هم که حرکت گذاریه. انصافاً اونایی که دیدی نگاه کردن میدونن حرکت گذاری رو براتون کردم شیرین‌تر از عسل. چرا؟ چون صورت سوال اصلا نگاه نمی‌کنیم، دنبال مشترکا می‌گردیم. همون کار رو تو همین تست اگه دانش آموز بکنه به راحتی به جواب میرسه. نگاه کنید الان گزینه 1 گفته عیونه، 2 گفته عیونه. صورت رو نگاه کنید، ان حرف جره یعنی مجرور میکنه، یعنی باید کسره بگیره. پس گزینه 2 چی میشه؟ رد میشه. گزینه 1 گفته خرجت، ماضی خرجه که مجهول نمیشه، اینم رد میشه. بین گزینه 3 و 4 چرا 4 میشه؟ با مقایسه. این گفته بذرتون، این گفته بذرتن، پس 4 میشه. خبر کانه منصوبه، این کانه اینم خبرشه. خب بریم تست بعدی.